بکنین عزیزان دل از من پرسیدن که اگر که آره بنویسیم نازنینم بنویسیم، من آروم میگم بنویسیم. هرچی اینجا عزیزان دل بنویسیم و هرچی اینجا توجه کنیم بیشتر تو ذهنتون میمونه عزیزان دل، تا اینکه وایس گوش کنین یا فیلم رو براتون بذارم. براتون فیلم و وایس رو میذارم ولی الان خیلی حواستون اینجا باشه. میگه نازنین میپرسن که آیا خونه‌ای که خوبه اون خونه خیلی جای خوبی قرار گرفته، زمان و مکانش خوبه، یا ما انسان ها هستیم که تو اون خونه زیست میکنیم میتونه تغییر ایجاد بکنه. من میخوام بگم نازنین شما میخوای بری وارد یه خونه ای بشی، خیلی مهمه که شما 1 ماه قبلش 1 سال قبلش چه افکاری داشتی. اگه افکار توانمند، خردمند و بسیار شایسته و لایق و بسیار بسیار پیشبینی‌های هماهنگ کننده داشته باشید، پیشبینی‌های خوشایند داشته باشید، پیشبینی‌هایی که دائم من خوشحالم، من سالمم، من ثروتمندم، من خالقم، من آفریننده هستم به خودت گفته باشی عزیز دلم. وقتی این افکار رو داری عزیزم، جهان هستی تو رو به یک مکان و یک زمانی تو رو هدایت میکنه که وقتی اون خونه وارد میشی میگه آره چقدر حالم خوبه، نگاه خونه خریدیم، ویلا خریدیم، باغ خریدیم، اون عزیز اومد تو زندگی، این اتفاق خوب افتاد به خاطر اون خونه است. عزیز دل این اشتباه مطلقه. روح خدا در تو دمیده شده، واسه همینه که درک خداوند جهان هستی و انسان مهمه. دانسته فایده نداره نازنین، درک کنی. درک یعنی که هر ثانیه زندگیش کنی، یعنی بدون این که نبین تو اصلا آگاه نیستی، همینجور راحت نفس میکشی. درک یعنی این هر ثانیه داری انجامش میدی. مثلا به ریاحت نمیگه این نفس بکش من مردم، نه، خودآگاه ناخودآگاه ببینی همینطور داری نفس میکشی. پس اون مهمه که نازنین تو در گذشته چه انرژی هایی به جهان هستی دادی، بعد اون تو رو هدایت میکنه به خونه ای که توش دائم شادی، خوشحالی، لذت، رضایت رو تجربه میکنی. پس اون خونه نیست نازنین، باز خودت دست و کم گرفتی، آگاهی درونته. همون خدات خونه قشنگه به تو هدایت کرده. مرسی عزیزم.